او گفته میشه که در اون شب جنرالای پاکستانی آمده بودن به ارگ، البته با وسیله هلیکوپتر در میدان هوایی پایان شدن و آمدن به ارگ ریاست جمهوری. دمو وقت دمو شو که نامایشان امیدگل است، جنرال امیدگل، نصرالله بابر و اسلم بیگ و بعد از او پشت دکتر نجیب الله نفر روان میکنن به ملل متحد و اونا رو میگه که رهبرای ما آمده شما رو میخواه که درک ببینیم. اون برش به جوابش میگه که من در اینجا یک پناهنده هستم، بدون اجازه ملل متحد یا سازمان ملل متحد من نمیتونم اون برای با تهدید او را از چی میکشن از ملل متحد و با خود میبرن. درست؟ این کتاب آقای توخیست که نوشته شده، من ایره خوانده و در این کتاب همین گپ ذکر شده و گفته شده به صراحت که دو شو اینا آمدن و دکتر نجیب الله رو بردن. بعداً باز زمانی که برخوردهای جسمی یا فیزیکی با دکتر نجیب الله رخ داده و تصادفاً یا به هر شکلی که بوده به دست دکتر نجیب الله کدام تفنگچه از کدام محافظه از این افراد که آمده بودن رسیده و اون فایر کرده و برادرزاده یا خوارزاده اسلم بیگ کشته شده، به خاطر خونبه های از او برادر دیگه مرا بردن و کشتن. و از دکتر نجیب الله مشخص خواسته شده بود که کدام ورقی که امیدگل پیش روش گذاشته بود که باید او را امضا بکنه و او را امضا نکرده و گذشته از او محل اختفای ثروت بسیار تاریخی افغانستان که از زمان یونان باختری بود و او در گوسندوفهای افغانستان بانک یافت شد پسان و او را پنهان کرده بود که چور نشه. او را از پیش خواسته بودن و او گفته بود که ما خزانه‌دار نبودیم و نمیفهم که ثروت ها در کجا هستند. این کار کرده بود، نشان نداده بود. این دو مسئله باعث مرگش شده که امضا نکردن همون ورقی که به نام قرارداد یا اگریمنت دیورند باز به شکل دیگه پاکستانی ها تهیه کرده بود و نوشته کرده بود و پیش گذاشته بود. البته این گپا را در کتاب روستای ولسمشر گفته میشه، نوشته شده که به حواله مامورین سازمان استخباراتی ISI پاکستان کتاب نوشته شده که اونا خودشان میگه ما سناریو رو چطور ترتیب کرده بودیم و از چندین سال سر از این کار میکردیم و از کدام علاقات پیش آمده بودیم و چندین حلقه را ما موظف ساخته بودیم که تا ایده در ملل متحد نگاه بکنیم که بیرون نبرایه، از پیش ما نبرایه یا از کشور بیرون نبرایه. از او خاطر ما از این فرصتی که در ملل متحد به دست ما آمد بالاخره به هدف خود رسیدیم و او را از بین بردیم. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلشی نیست. اون پاکستانیا کشته به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت و پاکستان و سازمان آیسای پاکستان و استخبارات پاکستان در زمان حاکمیت خود و زمامداری یا عهدهداری ریاست جمهوری و ریاست خدمات اطلاعات دولتی سبقهای فراوان داده بودند و دستهای نابکار سازمان استخبارات آیسای از افغانستان همیشه کوتاه میکردند و این جنگ با امرایشان ادامه داده بود و همون شوام وقتی که برده شده با شهامت و شجاعت گفته که من اراده‌هایتان قبول ندارم و هیچ چیز هم امضا کردن و گفته میشه در تاریخ و در همان کتاب که یک درگیری فیزیکی میان دکتر نجیب الله و نظامیان و جنرال حمیدگل و اینا در ارگ ریاست جمهوری رخ میده و خب برای دکتر نجیب اللهی که وطن پرستی سرلوحه کارش بود سخت بود که در کشور خودش در ارگ ریاست جمهوری خودش چند پاکستانی رو ببینه که میخوان با زور چیزی را تحمیل کنن به دکتر نجیب الله. طبیعی است که درگیری فیزیکی رو خواهد.